فرق نرم کننده با ماسک مو تو چیه؟ میخوام واسه موهام یه محصول بخرم ولی نمیدونم چی بخرم. به نظر ماسک مو بهتره یا نرم کننده؟ قراره توی این ویدیو به تمام این سوالات جواب بدم و این دوتا محصول رو با هم بررسی کنیم و ببینیم اصلا چی ان و چجوری بعد ازشون استفاده کرد. سلام، چطورین؟ خوش اومدین به یه ویدیوی دیگه از پلیلیست مو. اکثر کسایی که دیدم از ماسک مو یا نرم کننده استفاده میکنن اصلا روش درست استفادهش بلد نیستن یا اصلا نمیدونن چون ماسک مو یا نرم کننده به درد موهاشون میخوره. قراره امروز توی این ویدیو یه بار برای همیشه این قضیه رو براتون روشن کنم. بیاین با ماسک مو شروع کنیم که کار بازسازی، احیا و تغذیه مو رو انجام میده. ماسک مو به دو شکل استفاده میشن، داخل حمام و بیرون حمام، و هر کدومشون یه محصول جداگونه هستن. ماسک ها نسبت به نرم کننده ها ریز مولکول ترن، واسه همین زمان بیشتری واسه جذب نیاز دارن و دیر جذب ترن در واقع. اما مزیتی که دارن اینه که میتونن به عمق مو نفوذ کنن و واسه همینه که کار بازسازی و احیای مو رو به راحتی انجام میدن. اگه موهاتون خشکه، آسیب دیده است، دکولور کردین و سوخته، میتونین ماسک مو رو تو روتینتون قرار بدین و بهتره که این کار رو انجام بدین. این پروداکت علاوه بر آبرسانی که به موهاتون انجام میده، ویتامین ها و مواد احیا کننده زیادی رو وارد بافت موهاتون میکنه و میتونه موهاتون رو دوباره بازسازی کنه. و در کنار این بازسازی به شکل یه لایه محافظتی میتونه از موهاتون محافظت کنه. چه میخواین از ماسک مو استفاده کنید چه از نرم کننده، باید موهاتون نمدار باشه، یعنی نه خیلی خیس باشه که آب ازش بچکه و نه خشک باشه. به هیچ وجه نرم کننده و ماسک مو رو به ریشه موهاتون نزنید. حتی اگه رو محصول نوشته باشه که میتونید این کارو بکنید، شما این کارو نکنید چون موجب ریزش مو میشه. از 1 الی 2 سانتی مونده به ریشه شروع کنید و بزنید به موهاتون و پایین موهاتون این نوک موهاتون رو بیشتر بزنید. زمانی که میخواین از ماسک مو استفاده کنید، حالا به هر شکلی که باشه، کاسه‌ای باشه یا اسپری، هیچ فرقی نمیکنه. میزنید کف دستتون خوب پخشش میکنید و بعد به این شکل تو موهاتون کامل پخشش میکنید، جوری که کامل به همه جای موهاتون و ساقه موهاتون کامل برسه. و همونطور که بهتون گفتم، پایین موهاتون رو بیشتر میزنید. مدت زمانی که باید رو موهاتون بمونه بستگی به محصولی داره که استفاده میکنید. رو محصول مینویسه همیشه، ولی ماسکا معمولا بین 5 الی 15 دقیقه زمان مکس دارن و باید بهشون مکس بدید. اگر که میخواین عملکرد خوبی از ماسکتون ببینید و نتیجه خوبی ازش بگیرید، مدت زمان مکستون رو رعایت کنید و بذارید که کامل تو اون زمانی که باید رو موهاتون بمونه تا کار خودش رو انجام بده. بهترین ماسک موها ماسک موهایی هستند که حاوی روغنای مفید باشن، مثل روغن نارگیل و روغن آرگان، و همینطور حاوی ویتامین هایی باشن که مو واسه شادابی و برقیت بهش احتیاج داره، مثل ویتامین آ، ویتامین ای، ویتامین B5، ویتامین B12 و از همه مهمتر فاقد پاراپن و سیلیکون باشن. اگه تو ماسک مویی دیدین که حاوی ویتامین ای و آ، از اون ماسک مو ساده رد نشین، مخصوصا اگه تو منطقه‌ای زندگی میکنید که آلودگی زیاده، چون تو مناطقی که آلودگی هست رادیکالای آزاد تو هوا زیادن و میتونن رو مو بشینن و مو رو کدر کنن و به مو آسیب بزنن. و اگه ماسک مویی استفاده کنید که حاوی این ویتامینا باشه، در مقابل این رادیکالای آزاد از موهاتون محافظت میکنه و اون شفافیت و براقیت و سلامت رو به موهاتون برمیگردونه. تو محصولات آرایشی که واسه پوستمون هم استفاده میکنیم به همین شکله و این ویتامینا میتونن از این آسیبا جلوگیری کنن. دیگه بریم سراغ نرم کننده ها. نرم کننده ها بیشتر آبرسان و چربی رسانن. واسه همینه که ممکنه وقتی استفاده میکنید احساس کنید که موهاتون چرب شده، ولی در واقع موهاتون چرب نشده، نرم شده. همینطور به خاطر آبرسانی که دارن یه مقدار احساس سنگینی به موهاتون میدن. نرم کننده ها مولکولای درشتری دارن، واسه همین زود جذب‌ترن و نسبت به ماسک موها به مدت زمان مکس کمتری احتیاج دارن، ولی در کل مدت زمان مکس بستگی به محصولی داره که استفاده میکنید. نرم کننده ها گره بازکنای خیلی خوبی هن و باعث میشن که شونه کشیدن واسهتون خیلی راحت تر بشه و موهاتون کمتر گره بخوره. نرم کننده های بهترینن که حاوی هیالورونیک اسید که یه ماده آبرسان خیلی قوی واسه پوست و موه، و میسلار که یه ماده پاک کننده بر پایه آبه و مثل یه آهنربا تمام ماده های اضافی که نباید رو مو باشه رو پاک میکنه. طریقه استفاده نرم کننده هم مثل ماسک موه و نباید به ریشه موهاتون بخوره، حتی اگر رو محصول نوشته باشه. سعی کنید حتما تو استفاده از این پروداکت ها به تایم مکستون دقت کنید و زمان کافی و حوصله کافی رو واسه موهاتون بذارید و اجازه بدید که این نرم کننده یا ماسک مو
رو موهاتون عمل کنه و کار بازسازی یا آبرسانی یا هر کاری که باید انجام بده رو موهاتون انجام بده. اگه دوست داشتین با یه بمب تقویت موی خونگی آشنا بشین، ویدیویی که اینجا ساجست میکنم و حتما ببینید، چون واسه رشد و تقویت و آبرسانی موهاتون واقعا این ماسک مو فوق‌العاده است، تست شده است. من خودم هر هفته ازش استفاده میکنم و نتیجهش هم کاملا مشهوده. امیدوارم که این ویدیو واسهتون مفید بوده باشه. خیلی دوستتون دارم و تو ویدیوی بعدی میبینمتون. فعلا